جزئیات بیشتر در گزارش. محمد شریف آرام بازیکن پیشین تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان به نمایندگی از کشور در مسابقات سرتاسری نشته تحت نام جرمن پاورلیفتینگ یونین شرکت خواهند کرد. این رقابت‌ها به میزبانی آلمان در شهر جرمنی در حال برگزار می شود که این ورزشکار پیشین تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان اردوگاه تمرینی رمضانیش را از بهر آمادگی و کسب نتیجه در این رقابت‌ها آغاز کرده است. مسابقات در تاریخ 4 ماه مارچ سال جاری دایر شود بنابر مشکلات کرونا طبیق افتاد. با گفته این ورزشکار پاورلیفتینگ کشور، او از 3 سال به این سو در وزن منفی 110 کیلوگرم با شکست حریفان کارنامه قهرمانی این رقابت‌ها را به سودش نیز به ثبت رسانده است. در سال 2020 قهرمان وزن منفی 110 کیلوگرم در اینجا هستم و به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات اشتراک